از ابو هریره خدا از او راضی باشد روایت است که رسول خدا درود بر او فرمودند: خداوند فقط صدقه را از مال حلال قبول می کند و هر کسی که به اندازه یک دانه خرما از مال حلال صدقه می دهد، خداوند آن را در دست راست خود می گیرد و برای صاحبش آنچنان پرورش می دهد، یعنی بزرگ می کند، به مانندی که شما کره اسب خود را پرورش می کنید و پرورش می کند، یعنی بزرگ می کند تا آن که دانه خرما به اندازه یک کوه شود. حدیث بخاری کتاب زکات در مال حلال و پاک است. باب 4.